در زمانهای قدیم دزدی که به سرقت از خانه مردم روزگار خود را می‌گذراند و از این مال حرام شکم خویش را سیر می‌کرد، شبی از شبها با رفیق خودش همراه شد. آنها با هم قرار گذاشتند و در نیمه شب همراه با هم به خانه این وارد شدند. تاریکی و وهم و ترس از بیداری مردمان سارقان را با احتیاط فراوان به هر سو می‌کشاند. راست است که دزد در هنگام ارتکاب عمل زشت خویش بیشتر از همه می‌ترسد. دزد و رفیق همراهش با ترس و لرز به جستجو مشغول شدند. هنوز دقایقی بیشتر نگذشته بود که ناگهان دزد به رفیقش گفت: مثل دود که به سرعت خود را به هر سو می‌کشاند، فرار را برقرار ترجیح بده. ناگهی آن یار خود را گفت: زود پای بیرون نه از این خانه چو دود. رفیق دزد او پرسید: برای چه؟ مگر کسی بیدار شده است؟ دزد با سرعت از خانه بیرون رفت. وقتی رفیق همراهش نیز به او پیوست گفت: در تاریکی به جستجو مشغول بودم و به هر جایی دست می‌کشیدم پاره‌نانی به دستم آمد و من ناخودآگاه آن را به دهان گذاشتم. وقتی آن را خوردم ناگهان یادم افتاد که در این خانه نان و نمک خوردم، پس باید به صاحبخانه خیانت می‌کردم. برای همین بود که از سرقت اموال آن خانه چشم پوشیدم و بیرون آمدم.